گفت دارم میخوابونمش. بیدار شو وای، یعنی باید زن و شوهر تو اتاق در رو ببندن، بچه ها نیان، با لباس مناسب حرفای عاشقانه بزنن. حرفای عاشقانه. درود دوستان، حسین عباسی هستم به چنل من و این ویدیو خیلی خوش اومد. آقا دمتون گرم، لایک میزنید، کامنت میذارید، منو شرمنده میکنید. نمیدونم این لطف و محبتاتون رو چجوری جبران کنم. دمتون گرم. خلاصه این استای منم میاد این ور صفحه، دوست داشتین اونورم حتما ما رو فالو کنید که کلیپ‌های متنوعی براتون میذاریم. امروز یک کلیپ‌های فان سم ما براتون آماده کردیم که اگه افتخار اینو داشته باشیم که چند لحظه لبخند رو لبای زیبای شما بیاریم، کار ما تمامه، کار ما انجام شده است. بریم سراغ کلیپ‌های فان اولی. اوکی. میخواستیم حق بازی کنیم، دیدیم یه نفرمون کمه. دم با بزرگم لم داده رو مبل، دستش رو جیبشه. گفتم با بزرگ بازی میکنی؟ گفت دارم میخوابونمش. خدا یا دنیا بیارش. پدر بزرگ دوست داشتنی نوه شما، این نوه به این جیگری گفته بیا حکم بازی کنیم، داریم میخواد رو نوه بچه ها حس گرفت. نه ولش کن، فکرهای مثبت بچه ها تو کلمون باید جا بدیم. بریم بعدی. بیدار شو باورم نمیشه. همین الان توی خیابون یه پسره گفتش تو چقدر خوشگل و زیبایی، دستام داره میلرزه. با من بود یعنی. بیدار شو وای، یعنی با من بود. هر پسری به این گفته خوشگلم، عذرخواهی میکنم، اینو میگم ریدم تو دهنت. 1 2 بیا گردن بگیر دیگه، دختر مردم داره تلف میشه. میمون اگه شبا خوابت نمیبره بیا اینو بخواب. چه ریمیکس سمی بود. گناه داره این دخترم به دختره سمی اینستاگرام بچه اضافه شده. پیجشو ندارید کامنت ها برام بنویسید، من پیجشو بهتون بدم. خیلی سمه، اینم از فاتی و مریم و اونا سمتره. بریم بعد. خدا میفرماد زن و شوهر اتاق ویژه داشته باشه. بچه ها رو مانند گردان حضرت حمزه علیه السلام تو حال بخوابون. زن و مرد اتاق ویژه داشته باشن که بچه ها ورود به اتاق ویژه نکنن. زن و شوهر روزی 3 بار زن و شوهر میرن تو اتاق، درم میبندن که بچه ها نبینن، فقط میشینن با همدیگه حرفهای عاطفی و عاشقانه میزنن. 3 وعده غذا میخوری، نوش جونت. 5 تا نماز میخونی، نوش جونت. روزی 3 بارم باید بری. این باید اخلاقی یا حافظی نیست. باید زن و شوهر تو اتاق در رو ببندن، بچه ها نیان، با لباس مناسب حرفای عاشقانه بزنن. حرفای عاشقانه وقتی که میگه بچه ها نیان یعنی حرفا ویژه است. اتاق ویژه است. 1 من قبل صلات الفجر، قبل نماز صبح که از خواب بلند میشه حی علی الصلات نداریم، حی علی الفلاح نداریم، حی علی الحاج آقا، حی علی الحاج خانم، حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. بچه‌ها حرفایی که این حاج آقا زد رو کاری نداریم، تحلیل نمی‌کنیم، ولی خب دور از واقعیت چی اضافه می‌کنید؟ به خدا اسلام و کاری ندارم، ولی چرا خیلی قاطی می‌کنید به دین؟ خیلی چیزا رو نکنید دیگه بابا. بریم بعدی. ولش. امیرالمؤمنین داشتن میرفتن به سمت مسجد، 2 نفر رو در مسیر دیدن. آقا بهشون گفتن کجا میرید؟ گفتن یا امیرالمؤمنین داریم میریم سر سفره معاویه، خیلی دست پختش خوبه. امشبم مرغ درست کرده، مرغ شکمپر با نوشابه قوطی پپسی. گفته سریع خودتون رو برسون. نوشابه پپسی اون زمان از محبای امیرالمؤمنین بودن. گفتن آقا تا شما نماز رو بخونی، منبر رو شروع کنی، ما سر سفره معاویه مرغ شکمپر رو زدیم با نوشابه پپسی، بعدش میایم خدمت شما. امیرالمؤمنین فرمودن و ابغضوا عدوکم، با دوستان ما دوست، با دشمنای ما دشمن. دستپخت معاویه خوب بود، قید علی رو زدی. بچه نوشابه پپسی بود اون زمان، مرغ شکمپر بود اون زمان. زیباست، منطقیه عزیز دل. بعدی خبر ورشکستگی باجناقش رو شنیده. ناموسم باجناق من ورشکست شد. چرا میخنده؟ گناه داره. کی پولشو خورد؟
جان احمد واقعیه؟ من با چنان من برشکست. گناه داره بابا. قشنگ برشکست شد مد. چه قهقههی میزنه. یعنی ببین سفرم عالی شد. گناه داره نکن. کثافت. بچه معلومه که از باجناقش دل خیلی پری داشته ولی گناه داره، نباید اینجوری کنی. آدم از زمین خوردن کسی، حالا این کلیپ که فام بود، آدم نباید از زمین خوردن کسی خوشحال بشه. بچه نصیحت و پند اول از جناب آقای حسین عباسی. بریم بعدی. سلام دوستان عزیز، منو بهترین دوستم عمر، میخوایم بریم یه جایی 2 ساعتی بشینیم ولی نمیدونیم کجا بریم. عمر از شلوغی بدش میاد، میشه لطفا یه جایی رو بهمون معرفی کنید؟ ما الان تو مسیریم منتظریم، کامنتارم میخونم که بریم بشینم. مرسی، دوستتون دارم. بچه ها لایوای این دختر خانم رو اگه مشاهده کرده باشین بیپ بیپ میده به کسانی که دوست دارن. بیپ بیپ. عمرم ببین چه خرزوقی شده. عمر نوش جونت عمر. بریم بعد. اشک پسرا رو در نیام، بیرونم که میری عموجانی ایرانی سیس عقاب نگیر. میدونم شبا برای که خوابت ببره عروسک تو بغل میگیری. داری همون ناراحت. آجه ما هر جور ایرانی، رونالدو ایرانی، مسی ایرانی، همه چی ایرانی دیده بودیم. عموجانی ایرانی هم اومده. زیباست، منطقیه بچه ها، خیلی منطقیه. بچه کلیپ های فان و سم ما به پایان رسید. اگه دوست داشتید این ویدیو رو دکمه لایک رو بزنید. اگه زیاد دوست داشتید، زیاد با من حال کردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید تا کلیپ بعدی مراقب خودتون باشید.